صفحه 92. قانون دوم. به نیازها و خواسته‌های کودک درونتان گوش بدهید و توجه کنید. کودک درون نیازهای متعددی دارد. او می‌خواهد، بهانه می‌گیرد، دلتنگ خواسته‌هایش می‌شود، مایل است به دست آورد و آرزو و رؤیا بافی می‌کند. او مایل است همه چیزهای خوب دنیا را از آن خود کند. حال کودک درون شما اگر در خانواده‌ای پرورش یافته باشد که به نیازهایش توجه نشده، خواسته‌هایش بی توجه مانده یا اجازه درخواست به او نداده باشند و او ترس از گفتن داشته باشد، اجباراً درگیر با یک یا چند عقده روانشناختی شده است. اکنون برای بازسازی و شفای کودک درون خود به خواسته‌ها و نیازهایش گوش بدهید. بگذارید هر چه دلش می‌خواهد آرزو کند. جلوی او را نگیرید. اگر نمی‌توانید کاری برایش انجام دهید، دست کم به حرفایش گوش کنید. او حق دارد بهترین ها را برای خود بخواهد، اگرچه شرایط اجتماعی و اقتصادیتان خوب نباشد. او حق دارد آرزو و رؤیا داشته باشد، زیرا این رؤیاها انرژی کودک درون را بارور می‌سازد. قانون سوم. اجازه بدهید کودک درونتان آزادانه بازی کند. اجازه بدهید کودک درونتان رهایی و آزادی را در بازی‌های جور و جور خود تجربه کند. بازی و تخیل کودک درون را فعال می‌کند. زمانی که اجازه بازی از یک فرد گرفته می شود، باعث خشم و عصبانیت‌های مکررش می شود. در نتیجه فرد روش‌های خود تخریبی را فرا می گیرد. پس 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار و 8 ساعت اوقات فراغت را در اختیار کودک درون خود بگذارید تا بازی کند، ماهیگیری کند، بخندد، پرسه بزند، شطرنج بازی کند، پیاده روی کند، بالا و پایین بپرد و مهم نیست در چه سنی باشید. 50 سال یا 20 سال. عجیب این است که افراد هر چقدر بزرگتر می شوند کم کم از بازی آزاد فاصله می گیرند و این رویداد می تواند به بهداشت روانی آنها آسیب برساند. افراد با خلاقیت فردی خود می توانند انواع بازی‌ها را برای خود در نظر بگیرند و زندگی و روزهای خود را به جشن تبدیل کنند. قانون چهارم. به حواس پنجگانه کودک درونتان احترام بگذارید. کودک متخصص حواس پنجگانه است. پس نباید او را از تجربه این حواس محروم کرد. به او اجازه بدهید لمس کند و با دستهای خود یک سیب یا یک لیمو را بگیرد و آن را بارها بو کند. لمس و بو به کودک درون حسی زیبا و توصیف ناپذیر می دهد. بگذارید از چشمهای خود به نحو مطلوب بهره ببرد و با شنیدن موسیقی‌های گوناگون از این حس دلپذیر سرشار شود. طعم‌های گوناگون را بچشد و از این همه طعم لذت کافی ببرد. اجازه بدهید تمام حس‌هایش در این طبیعت درگیر شود و هر کدام تجربه این ناب و خالص را به او هدیه بدهند. همین تجربه‌های کوچک خاطرات شیرین او خواهد شد. قانون پنجم. دروغ و انحرافات فکری غیر منطقی را از ذهن کودک درونتان بزدایید. کودک درون آموخته است که برای اذیت نشدن و سازش با اطرافیان و محیط دروغ بگوید و این روش در بسیاری از زمانها و مکانها برای او فایده مثبت داشته است. خانواده‌های ناسالم به روش‌های گوناگون و با ایما و اشاره‌های مختلف دروغ را به کودک می‌آموزند و شیوه‌های کنار آمدن و توجیه آن را هم به او یاد می‌دهند تا کودک درگیر احساس گناه نشود. باید بدانید زمانی که مخفی کاری می‌کنید به گونه‌ای به دروغگویی روی می‌آورید.
و وقتی تعارف‌های سست و بی‌پایه می‌کنید، در واقع دروغگویی با ظاهری مثبت را تجربه می‌کنید. زمانی که نقش بازی می‌کنید نیز خودتان نیستید و دارید دروغ می‌گویید. پس کودک درونتان را باید از اثرات منفی و هزینه‌هایی که بابت اشکال گوناگون دروغ بافی می‌پردازد آگاه و هوشیار کنید. کودک درون می‌تواند درگیر افکار و احساسات منفی و غیر منطقی بشود. برای مثال فاجعه سازی، بزرگ نمایی، وحشت و غیره از جمله تبعات این افکار منفی است. در این میان والدین باید بدانند با انواع آموزش‌ها و هشدارها و نگرانی‌های بیش از حد امواج منفی را به سوی کودک درون فرستادند. با گفتن بیش از حد جملاتی مانند بیشتر مواظب باش، دقت کن، حواستو جمع کن، بکن، نکن، اگه این کارو انجام بدی وحشتناکه. کودک درون مجموعه‌ای از ترس‌ها را در خود تعریف می‌کند. نگران، بزدل و ترسو می‌شود و دیگر شهامت انجام بسیاری از کارها را ندارد. او همه چیز را ترسناک می‌داند. اکنون باید هنر خطرپذیری را به کودک درونتان بیاموزید و اجازه بدهید گاهی در کارهایش خطر کند تا کم کم هیجان زده و بالنده شود. او به یقین می‌کوشد عقب نشینی کند، اما به او اطمینان بدهید که والدی حمایتگر و بالغ در کنارش هستید و نباید نگران چیزی باشد. کودک درون زمانی که تجربه ای را از سر می‌گذراند، اگر در کارش شکست بخورد یا سرخورده بشود، می‌کوشد آن تجربه ناکام را به بسیاری از امور زندگیش تعمیم دهد. این تصمیم‌ها می‌تواند او را از انجام بسیاری کارهای خلاقانه باز دارد. بنابراین لازم است به کودک درون روش‌های مقابله و اصلاح تصمیم‌ها را بیاموزید. برای مثال به او یاد بدهید تا آنجا که می‌تواند از واژه‌های هرگز، هیچ کس، همیشه و همواره در نتیجه گیری‌هایش استفاده نکند و به جای آنها از واژه‌های اغلب، شاید، احتمالاً و گاهی بهره ببرد. قانون ششم، محدودیت‌ها، موانع زندگی و به تأخیر انداختن لذت‌ها را به کودک درونتان گوشزد کنید. کودک درون عجول است و آنچه را می‌خواهد به راستی و از صمیم قلب می‌خواهد. پس برای رسیدن به آن بهانه می‌گیرد، دلتنگ و بی‌حوصله می‌شود و به نوعی مهارت کنترل هیجان شادی یا غم خود را ندارد، زیرا در به تأخیر انداختن هیجاناتش شتاب دارد. کودک درون شما زمانی که از فردی خوشش می‌آید، یک باره به او دل می‌بندد و با تمام وجود می‌کوشد او را به دست آورد و دقیقاً هیجان یک کودک را به خود می‌گیرد. آنگاه خواب ندارد، شب و روزش تند یا کند می‌گذرد، گریه و بیقراری می‌کند و توان کنترل خود را ندارد. وقتی کودک غذای خوشمزه را می‌بیند، یک باره حمله می‌کند و توان کنترل خود را ندارد. و وقتی پولی به دست می‌آورد، یک باره حالات رؤیا پردازانه اش شکوفا می‌شود. در نتیجه همه پولها را خرج می‌کند یا به باد می‌دهد و فکر عواقبش را نمی‌کند. در صورتی که یک فرد بالغ هنر و مهارت به تأخیر انداختن لذت‌هایش را دارد. کودک آزرده درون در تجربه زندگیش کمبود لذت، محبت، نوازش و غذا را دارد و زمانی که آنها را تجربه می کند، گاهی هم به افراط روی می آورد. کودک آزرده درون اگر تحت آموزش و مراقبت قرار بگیرد، زمانی که به فرصتهای طلایی خود برسد، می تواند از آنها بهره‌وری عالی کند. پس به او یاد بدهید که گاهی با به تأخیر انداختن بعضی لذت‌ها می توان به نتایج عالی رسید. قانون هفتم، احساس مسئولیت و نظم را به کودک درونتان آموزش دهید. کودک می‌کوشد از مسئولیت پذیری فرار کند. او نمی‌خواهد مسئولیت خطا یا اشتباهی را که مرتکب شده بپذیرد،
بلکه همیشه به دنبال یک متهم بیرونی است که تمام تقصیرها را گردن او بیاندازد. درست است که مسئولیت پذیری پازلی از روحیات بالغ است، اما لازم است که کودک شما قدم به قدم با این حس و روحیه آشنا بشود. وقتی کم کم مسئولیت اشتباهات خود را میپذیرد، این نشان از رشد و بلوغ کودک درون دارد. در ضمن کودک باید انضباط و نظم عاطفی را بیاموزد و به طور خودکار آن را بدون فشار روانی اجرا کند. گاهی کودک از افسار گسیختگی و شلختگی بدش نمی آید، زیرا دوست دارد آزاد باشد، اما من بالغ باید این روحیه را مهار کند و بیشک برنامه‌های عملی، جزئی و دقیقی برای تربیت و آموزش کودک درون داشته باشد. قانون 8: به کودک درونتان بیاموزید اشتباه کردن حق اوست، اما نبوغ در عدم تکرار آن است. کودک درون و بیرون شما حق دارد خودش را تجربه کند و قطعاً در گذر این تجربیات متعدد اشتباه می کند و همین خطاها گاهی به او تجربیاتی زیبا می آموزد. البته بایستی به کودک گوشزد کرد که بعد از هر اشتباه نبوغ خود را فعال سازد و آن اشتباه را جبران کند. پس خطا در تصمیم گیری به یقین از یک کودک برمی آید، اما نباید والد سرزنشگر را به جان او انداخت که تحقیرش کند و چیزی از اعتماد به نفسش باقی نگذارد. کودک در عالم هستی به تجربه کردن رو می آورد و در دایره تجربه به موفقیت می رسد. از این رو گاه نتیجه گیری می کند و گاهی هم اشتباهی از او سر می زند که این رخ داد قابل پذیرش و معمول است. به این ترتیب هر گونه تحکم، عصبانیت، سرزنش و تحقیر کودک درون ممنوع است و نباید به والد سرزنشگرتان اجازه بدهید که به او حمله کند. قانون 9: به کودک درونتان بیاموزید به احساسات و نیازهای دیگران احترام بگذارد. لازم است در سیر تربیت و آموزش کودک درون به او یاد بدهید همینطور که به احساسات خود توجه می کند، باید احساسات و عواطف دیگران را در حد متعادل در نظر بگیرد و به آنها احترام بگذارد. اما اگر فقط به عواطف خودش توجه کند و خود را ببیند، روحیه خودخواهی در او رشد می کند که مورد پذیرش هیچ کس نیست و به تضعیف شخصیت او منجر می شود. پس زمانی که دیگران شعر می گویند، نقاشی می کشند، آواز می خوانند و کار قابل توجه می کنند، کودک درون باید با آنها با احترام برخورد کند و از هر گونه تمسخر و بی‌توجهی دست بردارد تا حس همدلی و درک دیگران را در خود پرورش دهد. قانون 10: به کودک درونتان توانایی تفکر حل مسئله را بیاموزید. یکی از روحیاتی که کودک شما بایستی در خود جاسازی کند و به روش‌های خلاقانه بیاموزد، تفکر حل مسائل و مشکلات زندگی خود است. اساساً کودک زمانی که احساس آزادی کند از چیزی نترسد و در مواجهه با مشکلات زندگیش روحیه‌ای سازنده داشته باشد، خلاق است. او اگر قوانین خلاقیت را نیاموزد، در مسیر اتفاقات زندگی متوقف می شود. پس لازم است این قانون تربیتی را جدی بگیرید و مفاهیم آموزشی درباره خلاقیت را به او یاد بدهید، زیرا کودک به این روحیه نیاز دارد. پس زمانی که روش تفکر حل مسئله را بیاموزد، در هر شرایطی خود به خود با هر نوع پیچیدگی خلاقانه برخورد می کند و عبارتی به نام من نمیتوانم را بر زبان نمی آورد. بخش 5: انواع والد درون، صفحه 99. فعال کردن والد نوازشگر درون. برای فعالسازی کودک درون، به فعال کردن بخشی دیگر از حالت درونیمان به شدت نیاز داریم. آن بخش
والد حمایتگر، نوازشگر و مهربان درونمان است که نقش یک پرستار و والد درونی را برای کودک درون بازی می‌کند. شاید بسیاری از ما الگوی مناسب برای رابطه والد نوازشگر و کودک نداشته باشیم، اما باید آن را بیاموزیم. کودک درون شما هر روز و در شرایط خاص به والدی مهربان نیاز دارد تا او را در آغوش بگیرد، به او دلداری بدهد، با او گفتگو درمانی کند و در شرایطی از او دفاع کند. هرچه این والد نوازشگر خردمندتر و داناتر باشد، کودک درون احساس آرامش بیشتری خواهد کرد. باید توجه کرد که والد نوازشگر نباید او را بیش از حد حمایت کند تا احساس وابستگی و لوس بودن به او دست بدهد. زیرا در صورت عدم حضور والد نوازشگر، کودک درون احساس تنهایی، افسردگی و طرد شدگی خواهد کرد. افرادی که در کودکیشان والد نوازشگر مناسبی نداشتند و اکنون خودشان صاحب فرزند شده‌اند، به صورت افراطی از کودکشان حمایت می‌کنند که این امر می‌تواند به وابستگی روانی بیش از حد کودکشان منجر شود یا والد نوازشگر به مراقبت از دیگران اقدام کند و نقش یک ناجی را برایشان ایفا نماید و گاهی به صورتی افراطی و اغلب مهرطلبانه از کودک درون دیگران پشتیبانی کند. البته در مواقعی نیز آن تاییدهای لازم را دریافت نمی کند. اکنون شما باید برای درمان کودک درون خود یک والد نوازشگر مهربان و منطقی را در خود با شیوه‌های خاص فعال کنید و از او بخواهید همیشه در کنار شما باشد و در مواقع لزوم کودک درونتان را تایید کند. این کار به معنای کسب تایید روانی مثبت و رسیدن به آرامش درون است. در این حالت در واقع شما نقش پدر و مادر را برای خود بازی می کنید تا بتوانید خیلی شجاعانه جلوی والد ایرادگیر، بدخلق و توسریخور خود را بگیرید. از این رو وقتی والد نوازشگر درون خود را فعال می کنید، 1. خصایصی مثل حمایتگری، مهربانی، همدلی، دلسوزی، ترحم، توجه و نوازش در درون شما فعال می شود. 2. به سمت مراقبت‌های عاشقانه یعنی محبت بی قید و شرط کشیده می شوید. 3. در میابید چه وقت خود را ببخشید یا چه وقت به استقلال و عزت نفس دست میابید. پیش از اینکه والد درونتان مراقبت از دیگران را بر عهده بگیرد، باید بیاموزد از کودک درون خود مراقبت کند و او را مورد بی‌توجهی، بی‌مهری و غفلت قرار ندهد. این کار به مفهوم پدر و مادری کردن برای خود است و نخستین گام برای درمان کودک درونتان به شمار می آید. والد نوازشگر. هر روز کودک درونتان را با کلمات آرام بخش نوازش کنید. او به شدت به توجه و نوازش صمیمانه و بی قید و شرط نیاز دارد. باید با او با احترام سخن گفت تا کم کم به شما اعتماد کند. با کلمات مثبت می توان به او انرژی داد و احساسش را به هیجان آورد. پس بهترین واژه‌ها را برایش انتخاب کنید و هر روز در زمانها و مکانهای مختلف به او انرژی مثبت بدهید. کودک درون شما بزرگ نشده و همچنان کم سن و سال باقی مانده و نیاز دارد والد نوازشگر مهربان که به او توجه ویژه دارد واژه‌های قشنگ به او ابراز کند. کودک درون به پدر مهربان و مقتدر و مادری با محبت نیاز دارد تا در شرایط خشم، ترس و عشق به او کمک کنند. حضور پررنگ والد نوازشگر یعنی شفای کودک زخمی درون. والد نوازشگر باید برنامه‌ای عملی برای فعالسازی عواطف و احساسات کودک درون داشته باشد. پس عاشقانه با او سخن بگویید. او را هر روز با جملات آرام بخش نوازش کنید.
کارهای مثبت کودک درون خود را تشویق و تقویت کنید. با کلمات ساده به او ارزش و بها بدهید. با کلامی ساده دعایش کنید. مشخصات والد نوازشگر درون، صفحه 104. وظیفه والد حمایتگر و نوازشگر درون، حفظ و بقای کودک درون انسان است. این بخش از روان آدمی در محدوده خانواده و فرهنگ عمل می کند. حامی حقوق کودک است و فضای ایمن به وجود می آورد تا صدای کودک درون شنیده شود. زمانی که کودک درون در معرض تهدید، آزار و طرد شدن قرار می گیرد، والد حمایتگر درون خود را نشان می دهد و در این راستا با ملایمت، تفاهم، عطوفت و مهربانی رفتار می کند تا کودک درون بتواند نیازهایش را برآورده سازد. این بخش از روان به همراهی والد نوازشگر درون باید از نیازهای کودک درون آگاه باشد تا بتواند از او حمایت کند. والد حمایتگر درون در نقش معلم و پدر و مادری دلسوز عمل می کند و والد نوازشگر درون ما حد و مرزهای اخلاقی، بهداشتی و مراقبتی کودک درون را مشخص می کند. والدینی که تجربیات دوران کودکی خوبی نداشته‌اند ممکن است بکوشند از کودک درون فرزندشان بیش از حد مراقبت کنند که این امر به ایجاد وابستگی روانی کودک درون فرزند منجر می شود و همیشه فضای ترس و دلهره را برای فرزند به وجود می آورد. در نتیجه والد حمایتگر افراطی در امور جزئی و کلی فرزند دخالت می کند. برای مثال، زمانی که فرزند چنین افرادی قصد ازدواج دارد، والد نوازشگر افراطی می‌کوشد این دخالت را ادامه دهد و همین مورد موجب رنجش و دلخوری‌های پی در پی و منجر به از بین رفتن آزادی شخصی فرزندش می‌شود. چند سوال از شما. 1. والد نوازشگر درون شما چه پیام‌هایی را به کودک درونتان می‌دهد؟ 2. آیا جنگ و ستیزی بین والد سرزنشگر درون خود با والد نوازشگر درونتان احساس می‌کنید؟ شناسایی والد سرزنشگر درون، صفحه 106. بخشی از حالتهای روان شما والد سرزنشگر، ایرادگیر، نکوهشگر یا توسریزن نام دارد که نقش دانای کل را ایفا می کند و مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای عصبی است که به روش قلدر مآبانه و تحکم آمیز به بالغ درون و کودک درون تحکم می کند. والد توسریزن در روابط اجتماعی در نقش عقل کل بازی می کند. همیشه روی نقاط ضعف کودک درون دست می گذارد. حس سلطه‌جویی و برتری طلبی دارد و قصد اثبات خودش را دارد و بیشترین تأکیدش بر روی نقاط ضعف ظاهر شخص است که نمیتواند چندان آن را دستکاری کند. گفتگوهای والد توسریزن به کودک درون: تو احمق، بیشعور و خنگی. تو لیاقت محبت و تشویق و نداری. تو لاغر مردنی و زشتی. تو بی ارزه تر از این حرفایی. تو آخرش هم چیزی نمیشی. گاهی والد توسریزن اصلاً رحم نمی کند که این واکنش بستگی به این دارد که والد چقدر تحت تاثیر عقده‌های روانیش باشد. اگر عصبی باشد ناخودآگاه حمله می کند و همیشه آماده توهین و تحقیر است. والد ایرادگیر شما به 2 شکل خود را نشان می دهد. 1. والد توسریزن بیرونی در روابط اجتماعی خودنمایی می کند و در گفتگوها زخم زبان می زند و کودک درون و حتی دیگران از دست او در امان نیستند. او با زبان غیر اخلاقی پیام‌های نیشدار خود را می‌فرستد و همه جا دعوا به راه می‌اندازد. 2. والد توسریزن درونی او کاملا نامرئی عمل
و همچون والدین شما رفتار می‌کند که احکام و قوانینشان در ناخودآگاهتان رسوخ کرده است و عزت نفس را منهدم می‌سازد. این حالت از والد خودکار نام دارد و گاهی بدون آنکه متوجه باشید کودک درون را زیر بمباران خشم و سرزنش و نفرت خود فرو می‌برد. والد ایرادگیر از همان کودکی اطلاعاتش مثل نوار ضبط می‌شود و در خواب و بیداری با کودک درون به مبارزه برمیخیزد. در نتیجه نوجوان حالت عصبی شدید به خود می‌گیرد و در بزرگسالی اعتماد به نفس کودک درونش از بین می‌رود. به گونه‌ای که والد سرزنشگر خشن و تند با کودک درون حرف می‌زند و دعوا می‌کند. چند نمونه از هشدارهای والد توسریزن خود را بنویسید. در برابر من والد سرزنشگر خود بایستید. صفحه 108. نگاه من والد ایرادگیر و سرزنشگر درونی شما جنگجویانه است. پر از خشونت و نفرت است و هر لحظه می‌خواهد مثل آوار بر سر کودک درون شما خراب شود. کودک درون شما از این حالت کینه‌توزانه سراسر آسیب دیده است. من والد ایرادگیر خنجر به دست ترس را به من بالغ و کودک درونتان تزریق می کند و قلب کودک او را به اسارت می گیرد. من والد ایرادگیر دوست دارد کودک سرکش را به زنجیر ببندد و در این راه هر کاری از دستش بر بیاید انجام می دهد. گیجگاه کودک درون شما زخمی و به دنبال سرنوشتی مبهم است. می‌خواهد برای همیشه خاموش و بله قربانگو باشد. من والد ایرادگیر بددهن است. مدام توهین می‌کند و عزت نفس و اعتماد به نفس کودک درون را به چالش می‌کشد. او نمی‌خواهد این کودک عضو اصلی و مؤثر خانواده درونتان باشد. من والد سرزنشگر و ایرادگیر از چند نسل گذشته به شما ارث رسیده و اکنون با آیین‌نامه‌ای سراسر خشونت در درگاه درونتان ایستاده و حریف می‌طلبد. او می‌خواهد تعصب را در شما ترویج کند و منتظر است کودک درونتان اشتباهی کند تا بتواند حضور خود را پررنگ کند. پس نباید از او یک کودک سر به راه و احمق بسازید. این همه انضباط‌های تحمیلی برای چیست؟ وقتی کودک درونتان همواره سرزنش شود، ترسی عمیق در او شکل می‌گیرد و هیچگاه دست به کاری مفید نمی‌زند. والد ایرادگیر می‌خواهد او از قواعد و قوانین او پیروی کند تا مورد قدردانی قرار گیرد. جلوی والد توسریزن نامرئی خود بایستید و بالغ درون خود را به مقابله با او بفرستید و بگذارید از کودک درونتان مراقبت کند. پس با ترفندها و بازی روانی او آشنا شوید تا ببینید که از چند نوع کلک و حقه و دروغ بهره میبرد و چطور کودک درون را فریب میدهد. به او بفهمانید که کودک درونتان حق اشتباه کردن دارد و انتقاد و تحقیر به هر بهانه‌ای ممنوع است. به او نشان بدهید بیشتر باید و نبایدهای عصبیش را دیگر قبول ندارید و او نیز حق ندارد به حریم خصوصی کودک درون شما تجاوز کند، زیرا باور دارید دیگر دوران استبداد روانی او تمام شده است و نباید بیش از حد روی کودک درونتان احساس مالکیت و کنترل داشته باشد. شما باید والد نوازشگر کودک درونتان بشوید. صفحه 110. اکنون باید بیاموزید که نوازشگر کودک درونتان شوید و او را در شرایط گوناگون مورد لطف و نوازش قرار دهید. پس با او به ملایمت سخن بگویید. حرفهای امیدوار کننده بزنید. عشق را به او بیاموزید و هر گونه باید و نباید محدود کننده را از اطرافش بردارید. از این پس سعی کنید پدر و مادر نامرئی خود باشید. دیگر پدر و مادر واقعیتان حضوری عینی ندارند. خود را برای شفا، درمان و تجربه زیستن با کودک درون آماده کنید تا بتوانید خود شکوفا شوید.
والد نوازشگر گونه‌ای از وجدان فردی و اخلاقی را در شما تشکیل می‌دهد که کودک درون بازیگوش را از بسیاری خطرپذیری‌های آسیب رسان و حتی غیر اخلاقی باز می‌دارد و اجازه نمی‌دهد به کسی تعدی و ظلم کند. هر فرد برای موفقیت اخلاقی و اجتماعی به والد نوازشگر نیاز جدی و مؤثر دارد و اگر در کسی هم رشد نیافته باید آن را به آن فرد آموزش داد. پس هم به کودک درونتان و هم به والد نوازشگر و حمایتگر خود احترام ویژه بگذارید.